سلام و عرض احترام دارم خدمت شما سروران گرامی. در خدمت شما هستم برای رسم نمودارهای مختلف برای داده هایی که به ما داده میشه در نرم افزار اکسل. ابتدا میخوایم نمودار میله‌ای رسم بکنیم. همونطور که داده هایی که به ما داده شده مربوط هستش به تعداد دانشجویان کارشناسی در سالهای تحصیلی مختلف. میایم روی سال تحصیلی و تعداد دانشجویان رو مشخص میکنیم. رو تولبار اینسرت قسمت نمودار میله‌ای رو انتخاب میکنیم، این گزینه رو انتخاب میکنیم، نمودار میله‌ای برای ما رسم میشه. اگر هم بخوایم در واقع داده ها و فراوانی تعداد دانشجویان ما مشخص بشه، گزینه داتا لیبل رو روی اینجا کلیک میکنیم، مشخص میکنیم، داده های فراوانی ها روی هر میله نشون داده میشه. روش دومی هم هستش، میتونیم بیایم روی سال تحصیلی و تعداد دانشجویان رو مشخص بکنیم با کمک از صفحه کلید. همزمان دکمه Alt و F1 رو میگیریم، میتونیم نمودار میله‌ای رو رسم بکنیم و توی اینجا گزینه داتا لیبلز رو مشخص میکنیم، فراوانی ها برای ما مشخص میشه. اگر بخوایم نمودار هیستوگرام رسم بکنیم، توی جدولی که داده شده داده های اضطراب امتحان هستش، دسته ها برای ما طبقات مشخصه، فراوانی ها مشخصه. میایم روی فراوانی و طبقات رو مشخص میکنیم، قسمت اینسرت نمودار میله‌ای رو انتخاب میکنیم، همین گزینه اول رو. خب هنوز ما نمودار هیستوگرام رو رسم نکردیم، مراجعه میکنیم به تولبار کویک لی آوت. توی این قسمت کویک لی آوت در واقع این نمودار رو انتخاب میکنیم که همونطور که ملاحظه میفرمایید هنوز نمودار ما نمودار هیستوگرام نشده. برای اینکه بتونیم این رو در واقع مرزها رو مشخص بکنیم، قسمت فرمت رو میاریم. تو قسمت فرمت اول روی این قسمت نمودارهای که هستش مشخص میکنیم، نمودارهامون رو رنگ روشن انتخاب میکنیم و بعد هم برای اینکه مرزها مشخص بشه، یعنی مستطیل ها مشخص بشه، گزینه شیپ آف لاین رو انتخاب میکنیم، رنگ تیره انتخاب میکنیم که بتونیم در واقع مرزهای هر دسته و طبقات رو به خوبی تو اینجا نشون بدیم. خب اگر بخوایم داده ها و فراوانی ها رو هم نشون بدیم، گزینه داتا لیبل رو انتخاب میکنیم. اینجا فراوانی های هر کدوم از طبقات برای ما مشخص میشه. اگر هم در واقع بخوایم میتونیم در واقع قسمت چارت تایتل عنوانمون رو مشخص بکنیم. مثلا فرض کنید روی قسمت چارت تایتل کلیک میکنیم و عنوان توی این قسمت عنوان نمرات اضطراب رو تایپ میکنیم. به این صورت نمرات اضطراب. خب این عنوانمون میشه و میتونیم اکسس تایتل توی قسمت ستون عمودی و افقی هم همینطور میتونیم این قسمت میشه قسمت فراوانی که فراوانی رو میتونیم تایپ بکنیم. این میشه قسمت فراوانی ما. روی محور افقی ما هم در واقع میتونیم این رو هم مشخص بکنیم و برای اون هم عنوانمون رو حالا طبقات رو مشخص بکنیم که حالا دسته ها هستن یا طبقات. به این صورت میتونیم تایپشون بکنیم. این هم طبقات ما هستش. خب این هم از نمودار هیستوگرام. نمودار چند ضلعی اگر بخوایم رسم بکنیم، خب الان داده هایی که به ما داده شده طبقات مشخصه، نقطه میانی رو داریم و فراوانی. برای رسم نمودار چند ضلعی بایستی مراجعه بکنیم به این فراوانی ها و فراوانی ها رو
مشخص بکنیم. قسمت اینسرت میریم توی قسمت این نمودارهای چند ضلعی، این گزینه رو انتخاب میکنیم. نمودارهای چند ضلعی ما به این صورت رسم میشن. خب همونطور که ملاحظه میفرمایید محور عمودی ما داده های یعنی فراوانی های ما هستن. محور x ها یا محور طول های ما باید نقاط میانی ما باشن که خب اینجا فعلا اعداد 1 2 3 4 مشخص شده. برای اینکه بتونیم این اعداد رو درستش کنیم و به صورت نقطه میانی اینجا قرار بدیم، خب بایستی توی این قسمت بیایم رو قسمت select data، این تولبار select data رو همونطور که ملاحظه می‌فرمایید انتخاب می‌کنیم. توی این قسمت هوریزونتال در واقع axis label edit رو میزنیم و توی اینجا نقطه های میانی رو، همین ستونی که مربوط هست به نقطه های میانی رو انتخاب می‌کنیم، اوکی رو میزنیم و دوباره اوکی می‌کنیم. الان دیگه محور طول های ما هم نقطه های میانی هستن که خب نقطه های میانی اینجا مشخص شدن. باز هم اینجا ما توی قسمت مثبت رو اگر بزنیم میتونیم، اگر اکسس تایتل رو انتخاب بکنیم میتونیم توی اینجا توی محور عمودی عنوان فراوانی رو تایپ بکنیم. فراوانی و توی قسمت محور افقیمون هم میتونیم تایپ کنیم نقطه میانی باشه. این هم از این. عنوان تایتلمون هم در واقع میتونیم نمودار چند ضلعی تایپ بکنیم. این هم از نمودار چند ضلعی ما. خب نمودار دیگه ای که میخوایم در موردش صحبت کنیم نمودار چند ضلعی فراوانی تراکمی هستش. این ستون فراوانی تراکمی هستش، مثل همون نمودار چند ضلعی که خدمتتون عرض کردم. میریم تو قسمت اینسرت، گزینه نمودار رو انتخاب میکنیم. خب الان همونطور که میبینید فراوانی تراکمی ما به این صورت روی محور عمودیمون مشخص هستش. باز برای اینکه بتونیم محور افقیمون یا محور طول هامون نقاط میانی که اینجا هستش باشه، بایستی بریم قسمت select data و توی قسمت horizontal axis label این قسمت edit رو بزنیم و توی اینجا نقطه میانی رو، ستون نقطه میانی رو انتخاب کنیم، اوکی کنیم، اوکی. و الان هم به این صورت مشخص شد. اگر بخوایم داده ها رو، فراوانی ها رو هم روی نقاط نشون بدیم میتونیم داتا لیبل رو هم بزنیم. اینجا داده ها بهمون در واقع فراوانی تراکمی هر نقطه میانی هم روی جدول نشون داده شده. اکسس تایتل هم که همونطور که بزنیم میتونید مثل نمودارهای قبلی مشخص بکنید برای ما. خب توی نمودار دایره‌ای، خب مثلا نمرات کسر شده دانش آموزان هستش، میخوایم نمودار دایره‌ای رسم کنیم. در نمودار دایره‌ای عنوان و نمرات رو مشخص میکنیم، قسمت اینسرت و جدول نمودار دایره‌ای رو انتخاب میکنیم. اگه 2 بعدی باشه به این صورت انتخاب میکنیم، بخوایم به صورت 3 بعدی باشه میتونیم این نمودار رو انتخاب بکنیم. خب توی جدول در واقع نمودار دایره‌ای فرض بفرمایید ما این نمودار رو انتخاب کردیم. توی این نمودار
همونطور که ملاحظه می‌فرمایید برای هر عنوانی یک رنگ خاصی در نظر گرفته شده و به ما مشخص کرده که هر کدوم به چه صورتی هست. اگر بخوایم داده هامون هم توی نمودار دایره‌ای مشخص بشه، گزینه داتا لیبل رو هم انتخاب می‌کنیم و اینجا توی نمودار دایره‌ای نشون داده میشه. ما حتی اگه بخوایم نمودارها و رنگ‌های مختلف دیگه ای رو انتخاب بکنیم، میتونیم از گزینه‌های دیگه هم انتخاب بکنیم. مثلا الان تو اینجا همونطور که ملاحظه می‌فرمایید علاوه بر درصد فراوانی هم به ما نشون داده شده، یعنی نمرات کسر شده به این صورت هم هستش که می‌بینید مثلا به ما نشون داده با رنگ‌های مختلف علاوه بر تعداد نمرات الف به جیم دال در واقع درصد فراوانی هم برای ما نشون داده شده. خب خیلی ممنون هستم از توجهتون به عرایزم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.